شیخ در راهش زنی گیسورها را دید و گفت شرم کن ای زن، چرا پوشیده موهای تو نیست؟ گفت زن ای شیخ چشمت را بپوشان، موی من می شود پنهان خودش وقتی تماشای تو نیست. گفت شهری را به دامان گناه انداختی، از نگاه خلق پنهان موی پیدای تو نیست. گفت شیخا حافظ چشمان خود باشی بس است، چون گناه چشمهای دیگران پای تو نیست. گفت فردا نیز لابد لخت و عریان می شوی، وقتی از موی رها امروز پروای تو نیست. گفت از من سفره بیچارگان عریان تر است، پس چرا آنجا خبر از چشم بینای تو نیست؟ گفت تار موی تو دزدیده دین خلق را، در امان ایمانشان از چنگ اغوای تو نیست. گفت پس آن دین و ایمانی که دزدش تار موست، آنقدر سست است که محتاج بلوای تو نیست. گفت شیطانی تو و در جلد زن ظاهر شدی، جز فریب و مکر در نقش فریبای تو نیست. گفت پس حالا که شیطانم سخن کوتاه کن، چون نیازی گوش شیطان را به فتوای تو نیست. گفت با این آتشی که در زمین افروختی، هیچ جایی غیر دوزخ سهم فردای تو نیست. گفت شیخا فرض هم دوزخ مرا منزل شود، می شود بی شک بهشت آنجا اگر جای تو نیست.